وقتی اسم کشاورزی میاد خیلی یاد بیل و سمین و سوم و دفع آفات میافتن. اما جالبه بدونین که انسان‌ها هزاران سال پیش راهی طبیعی‌تر برای مبارزه با آفات پیدا کرده بودن: استفاده از خود حشرات. این روشی که امروزه به اون کنترل بیولوژیک میگن، یکی از پایدارترین و دوستدار محیط زیست ترین شیوه های کشاورزی. اما آغاز این ماجرا از چین شروع میشه. حدود 2000 سال پیش توی چین کشاورزان مرکبات متوجه شدن که مورچه‌ها میتونن جلوی آفات درختان رو بگیرن. اونا لوله‌های مورچه‌ها رو جمع می‌کردن و توی باغ‌های پرتقال و نارنج می‌ذاشتن تا مورچه‌ها شته‌ها و حشرات مزاحم رو شکار کنن. این نخستین نمونه ثبت شده از استفاده انسان‌ها از حشرات برای کنترل آفات بوده. توی قرن 19 کنترل بیولوژیک به شکل علمی وارد کشاورزی میشه. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها تو کالیفرنیا بوده. زنبورهای پاراسیتوئید از استرالیا وارد میشن تا آفات مرکبات رو کنترل کنن. این پروژه انقدر موفق بوده که به عنوان نقطه عطفی توی تاریخ کشاورزی مدرن شناخته میشه. کشورهای اروپایی هم مثل هلند و اسپانیا بعدها این روش رو تو گلخونه‌ها و محصولات ارگانیکشون گسترش میدن. توی ایران توجه جدی به کنترل بیولوژیک از سال 1350 شروع میشه. نخستین پروژه ها بیشتر روی استفاده از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل آفات ذرت و پنبه متمرکز شده بوده. بعدها مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها برنامه‌های گسترده‌تری رو برای پرورش و رهاسازی حشرات مفید طراحی کردن. امروزه تو ایران زنبورهای پارازیتوئید و شکارگرها توی مزرعه‌ها و گلخونه‌ها استفاده میشن تا مصرف سموم کاهش پیدا کنه و محصولات سالم‌تری تولید بشه. کنترل بیولوژیک نه تنها به کشاورزا کمک میکنه، بلکه سلامت مصرف کنندگان و حفاظت از محیط زیست رو هم تضمین میکنه. این روش بخشی از کشاورزی پایدار و آینده‌ای امن‌تر برای غذا و طبیعت رقم میزنه. پس داستان ما از مورچه‌های چین شروع شد، به زنبورهای کالیفرنیا رسید و حالا تو ایران با زنبورهای تریکوگراما ادامه داره. این روایت نشون میده که گاهی ساده ترین موجودات مثل یه مورچه یا زنبور کوچیک میتونه بزرگترین نقش رو تو امنیت غذایی و سلامت زمین ایفا کنه.